وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. حالا رکن اول این ارکان ششگانه ایمان به الله متعال بوده است. میشه برای ما بگویم که ایمان به الله متعال یعنی چی؟ باید چی مواردی را ما مد نظر بگیریم در ایمان به الله تا ایمانی که از ما خواسته شده را درک بکنیم و ایمان داشته باشیم؟ ایمان به الله تعالی اگر بگیم اصل دین هست، اگر بگیم اصلا هدف اصلی دین هست، اغراق نکردیم، چون معرفت و شناخت الله تعالی در ایمان به الله تعالی مطرح میشه. ما ایمان به الله تعالی یعنی باور به الله تعالی رو کی بهش دست پیدا میکنیم؟ وقتی که شناخت به الله تعالی داشته باشیم و معرفت به الله تعالی داشته باشیم. و معرفت الله متعال اصل و اساس دینه. اصلا هدف از دین معرفت الله تعالی است. وقتی که ما الله تعالی رو شناختیم اون گونه‌ای که حق شناخت الله تعالی است، بعد خود به خود مراحل بعدی برای ما عادی میشه و سهل میشه. به هر چقدر ایمان ما به الله متعال و شناخت ما نسبت به الله متعال بالاتر بره، به همون تناسب عبادت ما و دینداری ما و پایبندی ما به دین که ما این رو در معنای تقوا خلاصه میکنیم، تقوای ما بیشتر میشه که تقوا هم همون هدف اصلی کل آفرینش آسمان ها و زمین است. ما الان در موضوع ایمان به الله متعال ما باید ببینیم که چه مواردی رو ما باید مد نظر داشته باشیم در ایمان به الله تعالی، که آیا من به مجرد این که چون در ایمان به الله تعالی ما خیلی ها ادعای ایمان به الله تعالی دارن، خیلی ها دارن، و آیا فقط این که من ادعای ایمان به الله تعالی دارم کافی است؟ آیا اون تعریفی که من از ایمان به الله تعالی دارم تعریف درست و صحیح است یا نه این تعریف مغایر با اون چیزی است که الله متعال از من میخواد؟ و حتی قبل از این موارد ادعی هستن که اصلا خود وجود الله متعال رو درش مترددن. ما از اینجا باید شروع بکنیم که اصلا من به عنوان کسی که ایمان دارم به الله متعال، آیا در خود وجود الله متعال، اثبات وجود الله متعال، آیا من واقعا به این یقین رسیدم؟ چون بزرگترین ارتداد و بدترین نوع ارتداد از شناخت الله تعالی است. یعنی کسی که میاد چیکار میکنه؟ کسی که الله متعال رو نشناخته، کسی که الله متعال رو نشناخت، خود به خود دیگه این انسان نمیشه ازش انتظار داشت که به هدف برسه، به راه برسه در بعد دین و در چارچوب دین و در معرفت دینی. الله متعال، شناخت به الله متعال، آیا من وقتی که صحبت میکنم از الله متعال در ایمان خودم به الله متعال واقعا یقین و باور اساسی و قطعی دارم یا نه؟ از کجا میشه فهمید؟ چطور من میتونم بفهمم که واقعا من در خود وجود الله متعال در مرحله اول واقعا به این یقین رسیدم که الله متعال وجود داره، که اگر کل عالم هم آمدن و گفتن الان ما بیش از 7 میلیارد انسان روی زمین داریم، اگر فقط من مؤمن تنها مانده باشم و همه بگن الله متعال اصلا خالقی نیست، اصلا وجودی به عنوان خالق، ذاتی به عنوان خدا با تعبیر عامش، اله به معنی عربیش وجود نداره، اصلا دنیا تقی به توقی خورده و همینجور به وجود اومده دیگه، همینجور تصادفی همه چی به وجود اومده. آیا من به تنهایی در بین این جمعیت حاضر میشم بگم نخیر هست و یک تنه حاضر بشم در مقابل این همه انسانی که منکر وجود الله متعال هستم شروع بکنم به صحبت کردن و اونها رو قانع بکنم به وجود الله متعال یا نه؟ انبیاء الهی این کارو کردن. خیلی از انبیاء الهی وقتی که میاد صحبت میکنه یک نفر میبینیم میاد و یک جامعه‌ای بلکه یک امتی بلکه یک ملتی رو میاد و با الله متعال آشنا میکنه. این نیرو اول در وجود خود ما باید بیاد تا بتونیم که بقیه رو با الله متعال آشنا بکنیم. ما خودمون باید اول به این حقیقت برسیم، به اثبات وجود الله متعال و شناخت الله متعال، که ما در این بود به چند بخش ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. که اولین موضوع بحث خود وجود الله متعال و اثبات وجود الله متعال، و بعد از اون درباره افعال الله متعال و
افعال الله متعال رو صحبت خواهیم کرد و بعد از اون درباره صفات الله متعال صحبت خواهیم کرد که هر کدوم از این بخش ها ما باید درباره این صحبت بکنیم و بررسی بکنیم ایمان خودمون رو، که هر کدوم از اینها، از این جوانب، یک مسیری از الحاد و بیدینی و شرک و انحراف از این مراحل منحرف شده. درست. یعنی خیلی ها هستن، مثلا کسی مثل شیطان الله متعال رو قبول داره. در برنامه گذاشتن بهش اشاره کردیم، شیطان الله متعال رو قبول داره، بهش قسم هم خورد و صحبت هم کرد، به عنوان خالق هم قبولش کرد، به عنوان قیامت رو هم قبول کرد. اما مشکلش کجاست؟ ما در هر کدوم از این مراحل وقتی که وارد میشیم و بررسی بکنیم اون گونه که شایسته هست، ما میتونیم اون موقع در ایمان به الله تعالی به اون معنای حقیقی توحید به الله متعال که خالی از هر گونه شبهه و شک و تردید و شرک و غلو در مسیر راه توحید نسبت به غیر الله متعال باشه، ما میتونیم این رو مشکل رو حل بکنیم و بفهمیم که از کجاست مشکل. و اولین مسئله که ما باید پیش ببریم بحث خود آنچه که در قرآن کریم هم بسیار پررنگ است. بیش از 1000 آیه در قرآن کریم ما رو وادار میکنه به تفکر و تعقل و تدبری که نتیجه اون اعتراف به وجود الله متعال و حقانیت الله متعال و ما رو به شناخت الله متعال میرسونه. موضوع بحث شناخت الله متعال، الان اگر سوال مطرح بشه، خب اگر از من یک کسی بپرسه، یک کسی بیاد پیش من بشه اصلا بگه آقا من وجود الله متعال اعتقاد ندارم بشه، اصلا من معتقد نیستم. متاسفانه این چیز خیلی زیاد شده در جامعه ما، در عصر و زمانه ما. خیلی میگن اصلا از کجا من خدایی هست اصلا. این اولین مسئله است، اثبات وجود الله متعال. و این بدترین نوع خطر در باب ایمانه که کسی به خود وجود الله متعال شک بکنه که آیا خدایی هست یا نیست. الله متعال وقتی که مؤمنین رو معرفی میکنه میفهمد آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. کسانی که به الله و پیامبرش ایمان دارن به حدش دیگه تردد به خودشون راه نمیدن، شک نمیکنن. این عدم بازگشت کی حاصل میشه؟ وقتی که ابتدا پخته بشه این ایمان وقتی که شناخت الله متعال پخته میشه، خود به خود این قوه محرکه میشه برای مسائل بعد. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني